یک جزء، من جزئی از بزرگی و نیرو و اطمینانم. نوع مثبت پیوند تعاونی سلطه‌جویی است یا به اصطلاح روانشناسی سادیسم نام دارد که نقطه مقابل مازوخیسم است. فرد سادیست شخص دیگری را جزء لاینکف خود می‌سازد تا بدین وسیله از احساس تنهایی و زندانی بودن خود فرار کند. فرد سادیست با در بر کشیدن شخصی که او را می‌پرستد مغرور می‌شود و خود را بالاتر از آنچه هست می‌پندارد. درست به همان اندازه که دیگری به شخص سادیست متکی است، انسان سادیست نیز وابسته اوست. هیچ یک نمیتواند بدون دیگری زندگی کند. تنها تفاوت این است که فرد سادیست فرمان میدهد، استثمار میکند، آسیب میرساند، خار میدارد، در صورتی که مازوخیست فرمان میبرد، استثمار میشود، آسیب میبیند و خار میشود. از نظر واقعیت این تفاوتی فاحش است، ولی از جهت معنای عمیق عاطفی اهمیت این تفاوت به اندازه وجه مشترک این دو، یعنی پیوند بدون همسازی نیست. اگر این مطلب را درک کنیم، دیگر از مشاهده افرادی که در عین حال نسبت به اشخاص مختلف دارای رویه سادیستی و مازوخیستی هستند تعجب نخواهیم کرد. عکس‌العمل هیتلر به مردم در ابتدا سادیستی، ولی نسبت به سرنوشت، تاریخ و نیروی برتر طبیعت مازوخیستی است. پایان زندگی او خودکشی در میان ویرانی کلی درست همانند رویای کامیابیش که عبارت از سلطه کلی بود از مختصات این گونه اشخاص است. نقطه مقابل این پیوند تعاونی عشق بالغ انسان کامل است. این پیوند در وضعی صورت می‌گیرد که وحدت و همسازی شخصیت آدمی و فردیت او را محفوظ می‌دارد. عشق نیروی فعال بشری است، نیرویی است که موانع بین انسان‌ها را می‌شکند و آدمیان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. عشق انسان را بر احساس انزوا و جدایی چیره می‌سازد. با وجود این بدو امکان می‌دهد خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند. در عشق تضادی جالب روی می‌دهد. عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در عین حال از هم جدا می‌مانند. اگر بگویم عشق فعالیت است، یک دشواری پیش می‌آید که منشأش مبهم بودن معنی فعالیت است. فعالیت در دنیای امروز معمولاً به عملی گویند که با صرف مقداری انرژی تغییری در وضع موجود پدید آورد. بدین ترتیب کسی فعال است که داد و ستد کند، به تحصیل علم پزشکی بپردازد، شب و روز کار کند، چیزی بسازد یا ورزش کند. وجه مشترک همه این گونه فعالیت‌ها این است که همه برای رسیدن به یک هدف خارجی هدایت می‌شوند. آنچه در اینجا در نظر